اکنون دور شو. انا اینش برای خودت. دستا به خفا. پروفسور چولاق پس از یک چند لحظه اینجا به خاکستر مبدل می‌گردد. تجهیزات‌های پرواز کننده بی سرنشین ما را پیگیر بدهند. به زودی آدمان من اینجا را می‌یابند. اوی 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 سخت ترسیدم. خواطر نشو سفیر بزرگ. در اینجا آنچنان مواد ترکنده زیاد است که به همه میرسد. تو با چنین کارهای میده چویده خودت را عذاب نده. رفیقان، ما یک مرتبه او را دستگیر کرده بودیم، باز دستگیر میکنیم وگرنه بر نمیگردیم. اگر او تواند که به خارج فرار کند، دانید که در دلمان داغ سیاه کلانی میماند. با این راه نمیدیم قماندان. جانمان را دریغ نمیداریم. آن پلید را ما زنده نمیگذاریم. ولی اول ما را ضرور است که از چنگال او جناب آگاه را نجات بدهیم. دیوان همه این مرزها را گذشته است. صدای دلم میگوید که ما در آنجا تنها نخواهیم بود. چه مشکلی پیش نآید هم، چه حادثه رخ ندهد، چولاق از آن ماست. ما به گذشتگانمون قول میدهیم، وگرنه روح نفرانی که از دست او کشته شدند آرام نمیگیرند. انشالله مظفر یافته با سری بلند برمیگردیم. رفیقان، خودتون را نشان دهید. تو میخواستی که مرا با پلیس سپاری؟ معلوم میشود که تو مرا با پلیس سپاریدن میخواستی؟ مرا همه آن چیزی رو که داریم من به تو دادم. تو حالا پشیمان میشوی. شنیدی چی گفت؟ او همه این چیز رو به من داده بوده است. تو به من همه چیز رو داده ای، ها؟ اکنون مرا با دقت گوش کن تا سر. اینقدر سال شما چی بیرحمی در این سرزمین نکرده اید؟ زیرا شعار حقوق شما، آزادی شما، به خاطر دموکراتیا، ها؟ با این شعارهایتان برادر را با برادر دشمن کردید. با عیب شما به بالای این سرزمین بمب‌ها پرتاب شدند، زنها مردند،